سرخط مهمترین خبرها: انتقال امسال کوچ از تاجیکستان به ترکیه، همسرش میگوید او را ربودند. واکنش مقامات تاجیکستان به بازداشت 6 تاجیک در اروپا، سفارت واخوری طلب کرده است. و بنیاد مبارزه با فساد میگوید یوگنی پریگوژین بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه دارد. درود بینندگان عزیز و صبح جمعتان به خیر و شادی باشد. آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 7 ایول است. امسال کوچ، سابق رهبری مرکز دیالوگ که از طرفداران فتح‌الله گولن نام برده میشد، از تاجیکستان به ترکیه برده شده است. مرکز آزادی استکهلم با تکیه بر سامانه خبری بولد گفته است این شهروند ترکیه را غیر قانونی به ترکیه برده با دلیل رابطه‌اش با جنبش گولن بازداشت کردند. فیروزه خدایداد و همسر امسال کوچ به سامانه بولد مدیا گفته است روز 2 ایون 3 نفر شخصان ناشناس شوهرش را از انباری که کار میکرد با ماشین سیاه سوار کردند. با گفته خدایداد و خود همان روز کوچ با همراهی پلیس تاجیک در فرودگاه دوشنبه نیز دیدند. همسر امسال کوچ گفته است نوارهای ویدیویی و دیگر دلایل‌های آشکار کردن این عمل غیرقانونی را به مقامات محلی و سازمان ملل در تاجیکستان پیشکش خواهد کرد. به نوشته مرکز آزادی استکهلم، بعدی ناپدید شدن در دوشنبه امسال کوچ در یک از بازداشتگاه‌های ولایت ارزروم ترکیه پیدا شد. سامانه بولد نوشته است امسال کوچ از سال 1994 در تاجیکستان زندگی میکرد و تا سال 2017 در یک مکتب وابسته به جنبش گولن کار میکرد. منظور لیسه‌های تاجیکی ترکیه است که با سرمایه طرفداران فتح‌الله گولن، روحانی ترک مقیم آمریکا کار میکردند. نام امسال کوچ برای دایره‌های فرهنگی تاجیکستان بیگانه نیست. او سالها رهبر مرکز دیالوگ بود که به تشکیل واخوری زیایان اساساً مشغول بود. فعالیت این مرکز سال 2016 قطع شده بود. بعد تبادلات نافرجام سال 2016 در ترکیه، حکومت این کشور طرفداران فتح‌الله گولن را هدف قرار داد. در مدت 7 سال اخیر صدها نفر در ترکیه با جرم پیروی از گولن بازداشت شدند. خدمات استخباراتی ترکیه در گزارش اخیرش گفته است برای مجبوراً برگرداندن 100 نفر از طرفداران فتح‌الله گولن عملیات انجام داده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بازداشت چند شهروند کشور در اروپا را تصدیق کرده گفته است با مقامات آلمان همکاری دارند. روز 6 ایول مقامات آلمان و هلند از بازداشت 9 نفر با اتهام تروریسم و عضویت در داعش خبر داد. 6 نفر آنها زادگان تاجیکستان بودند. مسئولین وزارت کارهای خارجه در صحبت با رسانه‌های روسی گفتند سفارت تاجیکستان در آلمان با مقامات حفظ حقوق این کشور در این باره گفتگو دارند. منبع گفته است معلومات تصدیق کننده را به جانب آلمان داده درخواست واخوری کنسول با بازداشت شده ها را کردند. هنوز معلوم نیست که آلمان به این واخوری اجازه می‌دهد یا نه. موافق قانونگذاری تاجیکستان، شهروند کشور در صورت بازداشت شدن در خارج باید واخوری با کنسول را طلب کند. دادستان آلمان از 5 تاجیک بازداشت شده در این کشور محمد شجاع، نورالدین، شمشاد، سعید و ربانی نام برده است. دادستان آلمان گفته است گمانبر شده ها به احتمال زیاد بعد حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شدند. نظر بازداشت شده ها و نزدیکان آنها به اتهام اعلام شده معلوم نیست. بینندگان عزیز، تفصیلات این خبر در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب پخش شده است. تنورسازی عادتاً کسب مردانه محسوب می شود، زیرا آماده کردن آن قوه زیاد را طلب می کند. اما یک زن در ازبکستان صاحب چنین هنری دشوار است و افتخار می کند که محصول دستانش طلبگاران زیاد دارد. گزارش در این موضوع را شهلای گلخواجه تقدیم می کند. олмахон ғозӣ вай 59 сола холапоро шикаставу танурҳои гилин месозад. ӯ сокини вилояти фарғонаи ӯзбекистон аст. ҳунари танурсозиро аз падар арӯсаш омӯхтааст. бори ҳангоми истироҳати падарарӯса ман гилро кушодаму бо пои урён кор кардам. ӯ вақте аз хона баромада гилро кушода дид ҳайрон шуд ва аз ман пурсид ки ин корро кӣ кардааст. гуфтам ки ин корро барои омӯхтани касбаш кардам. ӯ гуфт ман набояд чунин мекардам, зеро тарзи дурусти корро намедонам. аз ин гапҳояш хафа шудам. танурсозӣ то ҳанӯз пешаи мардон маҳсуб мешавад, аммо дар ин хонавода ҳар як узви он саҳми худро мегузошт.
من سال 1984 اویله‌دار شدم. همچون عروس شما باید به اویله نو مطابق شوید. پدر عروسی من خیلی سختگیر بود. با او فرق نداشت که تو دخترش هستی یا کلینش. همه ما پسر و دختر و کلین به هنر اویلوی مشغول بودیم. آن وقتا پدر عروس و شوهرم کار دشوارترین را اجرا می‌کردند. آنها در روز تا 30 دانه تنور می‌سوختند. شوهرم همه تنورها را در یک لحظه می‌فروخت. برای سودا کردن تنورها به شهر کنیبودوم تاجیکستان و قوقند و ریپکان می‌رفتند. اولماخان از هنر خودش افتخار می‌کند. این قبط اول است. پس از یکسان کردن ما آن را هموار می‌کنیم. سپس قبط دوم اضافه کرده می‌شود. بعد آنها وابسته به آب و هوا خشک می‌شوند. اگر آفتاب گرم باشد کاری ما تیز تمام می‌شود. در هوای خنک وقتی زیادتر صرف می‌گردد زیرا گل آهسته خشک می‌شود. هر قدر گرمتر و آفتابی باشد صفت تنورها هم بهتر می‌شوند. هر یک تنور تقریباً 60 کیلو وزن دارد. اولماخان گاه محصول دستانش را خیر هم می‌کند. به نزد من آدمان گوناگون می‌آیند. روزهای بودند که تنور را از 2 تا 5 دلار فروختم. اگر پولشان کمی کند خواهش می‌کنم اقلاً حق کار را دهند. بعضاً با اویله‌های نیازمند تنور را به پول می‌دهم. در حقم دعا کنند کفایه است. نزدیکان بنیادگذار شرکت مزدوری واگنر یوگنی پریگوژن در ایتالیا قصر داشتند که 3.5 میلیون یورو ارزش دارد و دارایی‌های خودی او به بیش از 20 میلیارد دلار می‌رسیده است. بنیاد مبارزه با فساد در نتیجه یک تحقیقات معین کرده است که پسر رهبر واگنر پاول با یکاترینا اینکینا دختر صاحبکار پتربورگی سرگئی اینکین ازدواج کرده است. طبق اطلاع بنیاد پاول سال 2017 در شهر فورتی مرمی ایتالیا قصر را که تقریباً 400 متر مربع مساحت دارد با مبلغ 3.5 میلیون یورو خریده است. شریکان مخالف روس و بنیادگذار بنیاد الکسی ناوالنی همچنین معین کردند که چطور یوگنی پریگوژن از قراردادهای دولتی مبلغ به دست می‌آورد. بر اساس منبع‌های باز پریگوژن حدود 2 تریلیون روبل و یا 20 میلیارد دلار دارایی دارد. نام یوگنی پریگوژن ماه ایون امسال بعد آشوب در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 ایول را فرا می‌گیرد. 7 ایول سال 2016 فعالیت کمیته امداد امام خمینی بسته شد. این تشکل از آخرین مؤسسه‌های مربوط به جمهوری اسلامی ایران بود که کارش در تاجیکستان در پی بسردی و تنش‌گراییدن روابط سیاسی دوشنبه و تهران قطع شد. 7 ایول سال 2014 مقامات تاجیک در یک مراجعه بی‌سابقه از جوانانی که در خارج می‌جنگند دعوت کردند که بدون یگان ترس تعقیب به تاجیکستان برگردند. این زمانی بود که خبرها از پیوستن برخی افراد به گروه ممنوع دولت اسلامی در سوریه و عراق می‌رسید. مطبوعات و مخالفان بعد این چندین بار از اجرا نشدن وعده مقامات انتقاد کردند. 7 ایول سال 2009 وزارت معارف تاجیکستان از ترک مکتب کردن 50,000 خواننده اظهار نگرانی کرد. این نهاد گفت که فقر و ناداری یک دلیل اصلی از مکتب کنار ماندن اطفال بوده، شمار دختران در میان آنها بیشتر بوده است. 2 سال بعدش قانون مسئولیت پدر و مادر قبول شد که والدان را برای از مکتب دور ماندن کودکان جزا می‌دهد. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی باز هم پایان رفته. ارزش دلار آمریکایی باشد تقریباً به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی با 118 و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1093 سوم ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در 2 روز آینده برایتان استراحت خوشخواهانه.